سلام بچه‌ها، خیلی خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو آموزشی دیگه. امیدوارم هر جا که هستین پر انرژی باشید. امروز اومدم یک پلتفرم کاملا ایرانی رو معرفی کنم که شما هر مهارتی که دارید، حتی اگر مهارتی هم ندارید، میتونید با این پلتفرم کسب درآمد کنید و از واقعا سایت خفن و عالیه و به درد همه میتونه بخوره. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و ممنون میشم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید و نظرات قشنگتون رو برام تو کامنت بنویسید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، سایتی که امروز قراره با هم بررسی کنیم سایت پارس کودرز هست. اسمی که داره به این میخوره که حالا فقط برای برنامه نویس ها باشه. حالا اینطوری نیست، کلا پلتفرم فریلنسری هست بچه ها. کار فریلنسری یک کاریه که خیلی خیلی میتونه براتون خوب باشه و خیلی خیلی حالا تو سر تا سر دنیا هستن که شغل اصلیشون همین کار فریلنسری هست. برای مثال شما یک مهارتی دارید، مثل برنامه نویسی، مثل طراحی سایت، مثل زدن تامنیل، فتوشاپ یا هر چیز دیگه ای. میایید داخل اینجور پلتفرمایی و شما فعالیت میکنید. از توی خونتون میگید که آقا من میتونم بیام یه همچین کاری رو انجام بدم. اگر بخوای کارتون رو خیلی حرفه‌ای کارتون خیلی حرفه‌ای تر باشه، میتونید بیایید یه پروفایل هم برای خودتون درست کنید، یک سری نمونه کار هم برای خودتون قرار بدید. زمانی که اومدید حالا این کار رو انجام دادید، افراد مختلف میان همونطوری که بهتون سفارش میدن و حالا قیمت از قبل تعیین کردین، پول رو دریافت میکنید، کار رو انجام میدید و براشون میفرستید. به همین سادگی شما میتونید با این روش فریلنسری کسب درآمد کنید. اما خب این پلتفرم طبق اون چیزی که گفته خودش اولین بازار کار آنلاین ایران هست. برای هر خدمتی که بتوانید با آن فکر کنید، فقط زمانی پرداخت کنید که 100% راضی باشید. خب این منظورش چیه؟ این به این منظوره که حالا شما پروژه‌ای رو تحویلتون دادن، راضی که بودید، پول رو میتونید به پرداخت کنید. اینجوری نیست که مثلا کسی بتونه پولتون رو بخوره و این بحثا. پول توی سایت هست و سایت باید پول رو به شما پرداخت کنه. حالا تومانی، حالا توضیحاتی که این داره برای شما. این قسمت برای ما یه سری آمار نوشته که این در این قسمت 16 سال سابقه فعالیت داره. در این قسمت 156,000 تا پروژه موفق داره. در این قسمت 538,000 تا متخصص داشته که و در این قسمت هم 101,000 تا کارفرمای راضی داشته که حالا کارهایی رو که انجام میده رو اینجا برای ما نوشته که خیلی خیلی کارهای مختلفی هستش که میتونید باهاش انجام بدید. اما ما دقیقا با همین بخش کار داریم، بخش فریلنسر شوید. چون ما قرار هست بیایم پروژه‌ای بگیریم و ما میخوایم خودمون به عنوان فریلنسر فعالیت کنیم. گفته که زمان آن رسیده که از مجموع مهارت‌های خود آنلاین کسب درآمد کنید. از هر کجا که دوست دارید کار کنید، تمام وقت، پاره وقت یا منعطف و در هر ساعتی. در پارس کودرز کنترل همه چیز در دست شماست، از جمله قیمت. به جمع فریلنسرهای پارس کودرز بپیوندید. حالا تا سایت باز بشه و در این قسمت باید ثبت نامتون رو انجام بدید که میتونیم با اکانت گوگل خودمون حالا ثبت نام کنیم
که میتونیم با اکانت گوگل خیلی ساده این کار رو انجام بدیم. اگر هم از قبل اکانت نداشتین روی گزینه ثبت نام در این قسمت کلیک میکنید. باز هم با اکانت گوگلتون میتونید وارد شید، یا اینکه این قسمت اسمتون در این قسمت آدرس ایمیل وارد کنید، یا اینکه در این قسمت اسمتون، فامیلتون و یه آدرس یا شماره تلفنتون رو وارد کنید و وارد اکانتتون بشید. دوستان خب حالا زمانی که وارد اکانتتون شدید همچین فضایی رو میبینید. اینجا تعداد پروژه هایی که به شما داده، یعنی پروژه هایی که براتون آورده رو میتونید انجام بدید و براتون مینویسه که حالا تقریبا برای من 266 تا پروژه جدید هست که ما الان میتونیم بریم و انجام بدیم و حالا پولش رو دریافت کنیم. ببینید حالا کار فریلنسری دو تا حالت داره. یه حالتش اینه که افرادی که کارفرما هستن بیان به شما پیشنهاد بدن، بگن که بیا برام این کار رو انجام بده. یکی هم این مدلی است که اون فرد کارفرما بیاد بذاره حالا کاری که مد نظرش هست رو، و زمانی که حالا کاری که مد نظرش شو گذاشت، افراد فریلنسر مثل ماها با قیمت مختلف و شرایط مختلف برن همین پیشنهادو بدن. مثلا یکی نوشته که آقا من مثلا میخوام بیا فلان سایت رو برای من طراحی کن، بری بکنی. یکی میاد میگه که من حالا 2 صفحه‌ایش رو توی مدت 5 روز با قیمت $50 انجام میدم. حالا یکی دیگه چه میدونم با قیمت 2 میلیون انجام میدم. یکی میگه که من نمیدونم، من توی 3 روز با قیمت 1 میلیون انجام میدم. خب این فرد کارفرما با توجه به حالا سابقهش تو کلن کارهایی که حالا از اول انجام دادن، میاد بهشون انتخاب میکنه و بینشون که به کدوم میخواد حالا پروژه رو بده، پروژه رو به ما تحویل میده و انجام میده و حالا پولش رو هم پرداخت میکنه. حالا در این قسمت حالا پروژه، خب حالا برای ما پروژه های مختلف رو میاره بالا، مثل کمک به اخذ اکسپت مقاله، حالا Q1، مثل برنامه نویسی، تشکیل جدول برای حذف ها، ساخت ربات تلگرام برای ویو و ریاکشن و لایک استوری خودکار، تایپ 2 صفحه اکسل حرفه‌ای. حالا پروژه که حالا این ساخت ربات تلگرام برای ویو و ریاکشن و لایک استوری خودکار اولویت بالاتر، یعنی پول زیادی میاد به ما پرداخت کنه. حد اکثر بودجه 50 میلیون تومان هستش. برنامه نویسی وبسایت شرکت تلگرام که حالا شما دوستان میتونید بیاید داخل این سایت و حالا روزانه 2 تا 3 تا پروژه بگیرید. مثلا مثل این پروژه که حالا داده حد اکثر بودجه 300,000 تومان هستش. حالا شما 2 تا 3 تا مثل این پروژه بگیرید و حالا کسب درآمد کنید و یه درآمد حالا خوبی هست اگر بتونید انجام بدید و پول رو از اون طرف حالا بگیرید و پروژهش رو بهش تحویل بدید. مثلا بیایید روزانه 4 تا پروژه انجام بدید، 4 تا 100 تومان، 400 تومان. مثلا حالا 2 تا 300 تومان 2 تا پروژه بگیرید، 2 تا 300 تومان 600 تومان حالا بگیرید و کسب درآمد کنید از این طریق. که حالا مثلا بعضیا هستن اینجا میان میگن برامون لوگو بساز، میان حالا میگن طراحی لوگو میخوایم، حالا شما هم اینجا میخواید کار کنید. حالا بیشترتون خب
مثلا میان میگن که حالا من لوگو میخوام و از تو طراحی بشه به صورت بیا تو برام طراحیش کن، این قدم حالا پول بگیر. شما میاید این طراحی رو انجام میدید. حالا بخوام یکی از سایت های حالا طراحی لوگو رو بخوام بهتون معرفی کنم، که حالا میاید اینجا و تو گوگل سرچ میکنید create logo و حالا میاید پایین در حالا این قسمت روی سایت ادوبی کلیک میکنید که حالا مثلا این یه پلتفرمی که من میشناسم هست که از قبل باهاش کار میکردم. شما هر کدوم رو میخواستین میتونین انتخاب کنید و باهاشون کار کنید. میتونم بیام با هوش مصنوعی با همون حالا AI انجام بدم و روی اینجا create now کلیک کنم و بدون اینکه فتوشاپ خودم رو باز کنم لوگو بسازم. بچه ها خیلی خیلی ساده و راحت هست دوستان. و حالا دوستان برای اینکه بتونید پولتون رو هم برداشت کنید، در این قسمت حالا امور مالی داره که درخواست واریز میکنید از این قسمت و برای شما مینیموم پولتون رو میزنه و مشخصات خودتون رو میزنید و به راحتی برای شما پولتون رو واریز میکنه. در این قسمت مشخصات خودتون رو میزنید. حالا در اینجا اسم، حالا نام حساب، نام خانوادگی صاحب حساب، شماره شبا، حالا اون اسم بانکتون و حالا افزودن شماره حساب رو میزنید و برای شما واریز میکنه. واریز هم به صورت آنی هست دوستان. خب دوستان این بود از این ویدیو. ممنونم که تا اینجای ویدیو تماشا کردین. دوستان دقت کنید، ما تو هر حالا ویدیو به کسانی که بیشترین کامنت رو زیر این پست بذارن یا حالا هر پست های دیگه بذارن، بدون به قید قرعه 2 شماره مجازی تقدیم میکنیم. ممنون میشم که کامنت بذارید و امیدوارم که اونی که شماره میگیره خود تو باشی. لطفا حتما چنل رو سابسکرایب کنید و اگر نظری یا سوالی دارید در قسمت کامنت ها با من به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، به امید دیدار.